سلام بچه، امروز دوستم اومده اینجا. بذارین دوستم رو صدا کنم. میخوایم چند تا ویدیو خفن بگیریم. محمد حسین. سلام بچه ها. من اومدیم اینجا با هم چند تا ویدیو خیلی خفن بگیریم. خب امروز میخوایم بازی های خوب رو معرفی کنیم. حتما اینا رو بریم بخرید، تهیه کنید. ولی ما یه شرکت داریم، ما یه بازی های درست میکنیم. حالا اگر میخوایم بدونیم شرکت ما مثلا چی رو درست کنیم چیه، حتما ویدیو فردا رو ببینید. آره. ویدیو جدید بعدی. آره. اول بازی که میخوایم بهتون رفیق کنیم. آره. ما با این جا میگیم. اوی متین چپول شد. خب بچه ها، نه بکنم مردم. اولین بازی که میخوایم معرفی بچه این 3 سال بالاست. آره. بعد مارکش هم نمیدونم دیزنی نمیشه. آره. ولی دومینوه. این دومینوه و فقط یه فرقی با دومینوی دیگه اونم اینه. عکس داره. عکس شاید مثلا بچه ها خوششون بیاد. آره. و نکنی چقدر راحت وای میسته. اگر کسی دوست داره دومینو حتما اینو بخره. آره. دومینو خیلی خوبیه واسه بچه‌ها. ولی یه دومینوی دیگه هم هست، الان میارم. وقتی حتما اونو بیارم اونم معرفی کنیم. این دومینوی ساده است که هر کی شکل رنگ‌های مختلفی داره. اینجوریه. و مثلا یه رنگ داره یا این سنگین تره. وزن من میکنم. این سنگین تره. این بهتر. آبی داره. نه منصرف شده. ما همین اینا رو بگیریم بهتره. اینجوریه دیگه. خلاص اینا رو بگیرید دیگه. میتونید این پشتش هم نشون بدین. پشتش اینجوریه. آره. ولی اینجا اینه. هیچی هم مهمم نیست. اگر دوست دارید میتونید بخرید. همه بازارا رو. من به نظر من پشتشو نکنم. شاید هم یه چیز مهمی داشته باشه، من نمیدونم. ولی بازی بسیار جذاب. که دزد دست و پا چلفتی. که بازیش خیلی جوریه جالبه. که نه بذار من تعریف میکنم. بچه نگاه کنید. اینم یه عالمه کارته. اینم فقط اون چیزی آره، که دفتر. می‌خونیم. اینجا یه عالمه کارته. رو چند تا کارت دزد هست، رو چند تا کارت هم زندان هست. بعضی هم شماره است، مثلا 50,000 30,000 70,000 هزار نداره با داداش. میدونم. حالا همین به تومن 1000 تومن. آره. حالا ما باید با این نفری 7 تا کارت میدیم. با این کارت هایی که داریم باید دسته 100 تایی درست کنیم. آره. و بعد میذاریم جلو. مثلا اینجوری که 50 با 50 میشه 100 دیگه. اگر تو کارتاتون باشه میذارین رو هم میذارین جلوی خودتون. بعدش بعد یه کارتای دزد هست که آره. اون دزدا اینجوریه که مثلا یه نفر یه دسته 100 تایی داره. بعد شما میخوای دسته 100 تایی بیشتر باشه. با کارت دزد اگر داشته باشی میذاری رو کارت اون واسه خودت میشه. بعد اون کسی که زندان داشته باشه یه کارت دیگه است. زندان رو میذاره رو اون برای خودت. نه. دزده هیچ کاری نمیتونه بکنه، برای خودت میشه. آره. بعد داره میذاره جلوی خودت. و هیچ وقت چیزی که زندان داره نمیتونی ازش بگیری. یعنی رو دو زندان میذارم واسه خودت میکنی. بعدش هم هر کی آخر بازی که همه کارتایی که مثلا اگر نداشته باشه میتونه از وسط برداری. هر وقت کارتای وسط تموم شه بازی تمومه. و هر کی پولاش بیشتر باشه اون برنده است. ولی مواظب باشه، مثلا 7 تا میتونین کارت بردارین. یعنی اگر نداشته باشین باید کارتاتون رو حذف کنین. بازی بعدی که میخوایم این دوتا. خب حالا این بازی فینال جام جهانی 2022. این بازی که من داره خیلی باحاله. خیلی بچه در مورد فوتبال خیلی راحته. اینا رو در نگیر. نمیخواد در بیاد. ما یه صفحه‌ای داریم، چند تا بازیکن داریم. یکی رنگ آبی
یکی رنگ قرمز یکی قرمز. استقلال پرسپولیس. خب بعد هر بچه کی شما- میخوای من بهتون بگم چیه؟ بگو. این اینجوریه که یه زمین فوتباله بله. که مثلا شماره هست. آره. شماره یک حتما دروازه باشه. آره. بعد آدما بقیه‌شو یه ترکیب میچینی. خب و بعدش هم با اون ترکیب هر کی نوبتی تاس میندازه، هر شماره که 10. اومد، مثلا شماره 3 اومد، این 3 یه قدم میبری بالا. یا بعد اینجوری. هر وقت دروازه‌بان مثلا جلو بیاد، مجبور بشه جلو بیاد، اینا اگر برسن به دروازه، برن تو دروازه، هیچ میشه. آره اینا باید ببری تو دروازه حریف. بعد که هیچ گل وقت بشه. هم بازیش تموم نمیشه. شاید وقتی که همه بازیکن‌ها اخراج شن، اخراجش اینجوریه که هر بازیکنی نتونه حرکت کنه، نتونیم ببرینش جلو، اون از باید بازی بندازه- پرت میشه بیرون. از بازی باید بندازنش بیرون. آره بعد هر کی بتونه بیشتر گل بزنه اون برنده است. همین. خب خیلی بازی هم بعدی رو من آسونه. بیارم. بازی آخر. آره بازی آخر چیزی نیست جز چین کاپو چین کاپو. چین کاپو کاپوچین. کاپوچینو این کاپوچینو قهوه کاپو. آره خب ولی این فقط این بازی رو من معرفی کنم دیگه. این بازی رو شاید بعضیتون خیلی دوست داشته باشید، چون خیلی باحالم هست. آسونم هست. این بازی چند تا اینجوری داره، 4 نفره است. اینو داریم، اینا هر کی این 5 تا رنگو میگیره. یه زنگ هم میذاریم وسط، زنگ میگیرم چند تا کارت من هست. تو اون موقع یه دقیقه جمع کنم. نیا کنید این کارت رو میبینید اینجوریه. ما باید با اینایی که داریم و مثل این ترتیب سیاه، قرمز، سبز، زرد، آبی ما باید به این ترتیب بچید، میذاریم رو زنگ. کارت واسه خودمون میشه. وقتی کارت تموم شد و بچه حتما نباید 4 نفر باشین، هر نفری. بابا 4 تا اینو داریم که من او ولی حتمانی نیست که 4 نفر باشین. میتونه دیگه نمیدونم. آره هر کی میدونه وقتی این کارت تموم شد، اینایی که اینجا مون گذاشتیم، اینایی که تونستیم تیمو ور میداریم میشمون واسه هر کی بیشتر اون اون موقع که برنده. دستی وسط تموم شه دیگه. آره اینجوری فهمیدید دیگه. اگر نفهمیدی بگین دوباره ویدیو بگیرید. آره یا اگه دوست دارین 1200 بار این فیلم رو ببینید تا متوجه شید. به ما پیام بدید یه بار دیگه واسهتون فیلم رو نه بچه اگر نفهمیدین ولی کامنت کنیم ببین اگر نفهمیدین واقعا یه کاری کنیم بفهمید. خب و بچه اگر میخواستیم بدونین شرکتمون چیه، حتما ویدیو بعدیو ببینید. و لایک کنید. سابسکرایب. اگه میخواین ویدیوی بعدی رو ببینید حتما این یکی رو لایک کنین. ما منتظریم. گود بای. خداحافظ بچه‌ها. گود بای. متین داره خداحافظی میکنه.